سلام، وقت همگی بخیر. من امروز میخوام یه نکته رو بگم راجع به اینکه یکی از در واقع آفت‌های سازمان‌های سنتی چی میتونه باشه. یکی از بزرگترین آفت‌های سازمان‌های سنتی نگاه سلیقه‌ای مدیران عامل. ببین، میدونید چی شده؟ مدیر عامل یک تنه یه شرکتی رو شروع کرده و از صفر این شرکت رو آورده بالا. یعنی خودش همه کار کرده، همه کاری توی این شرکت کرده، از جارو زدن کف شرکت انجام داده، فروش انجام داده، خودش رفته جنس رو تحویل داده، حالا کمپانیایی که بیشتر روی حالا کالا و پروداکت میرن. و چون خودش همه کار کرده، امروز هم فکر میکنه که نظرش همه جا کاربردیه. یعنی توی سری فیلدهای جدیدتر که 20 سال پیش نبودن، مثل مارکتینگ و برندینگ، که خیلی این فیلدها تو سازمان‌ها جدی گرفته نمیشد. فعالیت‌هایی بود، در نهایت بالاخره مارکتینگ بوده، برندینگ بوده، ولی نه به صورت تئوریک یا اینکه اینقدر مثل امروز رقابتی و جدی‌تر. بنابراین احساس میکنن که نظرشون اونجا هم درسته. یعنی پیچیدگی‌های بازار امروز رو هم میگن که ما با همون در واقع دانش قدیمی و روش‌های قدیمی میتونیم پیش ببریم. و این یه معضل بزرگه که خیلی هم سخته. آگاه کردن مدیران از این موضوع بسیار سخته، چون همیشه یه جوابی دارن، میگن که اگر خوب نبوده نظرات ما یا حالا کارهایی که کردیم، در نهایت ممکنه به این شکل هم نگن نظرات ما. میگم اگه خوب نبوده تا الان که ما رشد نمی‌کردیم، پیشرفت نمی‌کردیم. یعنی همون تفکرات 20 سال پیش فکر میکنن که اینقدر صحیحه و درسته که حتما کاربردی امروز هم و حتما امروز هم نتیجه میگیریم و میتونیم پیش بریم. یعنی پیچیدگی‌های بازار امروز، تعداد رقبای بیشتر و درخواستای بیشتر و شرایط بیشتر از سمت در واقع مشتریان، همه رو این بزرگوارها یکی میبینن و میگن که خب ما تا الان اومدیم جلو، باقیش هم میتونیم دیگه، باقیش هم میتونیم مثل همون روش قبلی بریم جلو. و این یه آفت خیلی بزرگ که شما به عنوان مدیر مارکتینگ یه مجموعه، به عنوان مدیر برند یه محصول، باید قانع کنیم مدیران رو که روش‌های امروزی تر رو پیش بگیریم، نوع نگاه امروزی تر رو داشته باشیم به کارمندان و افرادی که جذب میکنیم. ما الان داریم نسل زد رو میاریم به عنوان کارمند خودمون. خب این نسل که قبلا که این نسل زد نبود، که 20 سال پیش که نبود، و اون نسلی که در واقع نسل جدید دوره‌های قبل بوده، به لحاظ فرهنگی و رفتاری خیلی متفاوت بوده. و شما یه تیم رو هم که میخوای تشکیل بدی، باز هم چالش داری، بازم به این راحتی نیست که مدیر عامل بیاد و ازت بپذیره، بگه اوکی اصلا فلانی میخوای جذب کنی، شما فلانی میاد میگه آقا من فقط کار تخصصی میکنم، من توی سازمان حاضر نیستم اگه نیاز بشه جارو بگیرم دستم جارو بزنم، من فقط کار تخصصی میکنم. ولی مدیر عامل انتظار داره که شما نیروی جذب کنی که مثل همون قدیما همه کار میکنه اون نیرو، در حالی که خب فیلدها خیلی تخصصی تر شدن، شرایط متفاوت شدن. ببینید، حرف من این نیست که مدیر عامل اگر این رو میخواد 100%ش غلطه، یا اگر مدیر عامل یه جاهایی نظر خودش رو دخیل میکنه و میگه این شکلی پیش بریم حتما اون حرف غلطه چون قدیمیه. نه، حرف من این نیست. اتفاقا موافقم که یه جاهایی همون شاید تفکرات قدیمی نکته هایی رو با اصرار به کرسی بشونه اون در واقع مدیر عامل، که بعدش ببینیم اون نکته درست بوده اتفاقا، و مدیر عامل یک دید جامع‌تری نسبت به یه سری مسائل داره که ما به عنوان یه مدیر میانی یا به عنوان یه کارمند یا کارشناسی سازمان نداریم. پس این رو باش موافقم که بعضی وقتها نکاتی هست که خیلی نگاه بالاتری، سطح در واقع نگاه بالاتری میخواد و دانش بیشتری نسبت به شرایط. اما این رو هم مخالفم که با همین در واقع تفکر قبلی که الان گفتم همه چیز رو بخوایم بپذیریم و بگیم اوکی الان مدیر عامل اگه این میخواد حتما که
حتما درسته و این یه مرزی وجود داره. ما باید بتونیم این مرز رو رعایت کنیم و باید بتونیم که تمام تلاشمون بکنیم که مدیران رو قانع بکنیم و واقعا این قانع کردنه دیگه بستگی به شرایط سازمان داره و اینکه شما چقدر تجربه داشته باشین توی این موضوع، توی ارتباط با یه مدیر عامل یه مقدار سنتی که بتونید تفکراتتون رو در واقع عملیاتی کنید. اگر شما هم با این چالش مواجهین یا نکته‌ای دارین که میتونه کمک کنه به دیگران یا نقطه نظری دارین راجع به این موضوع، خیلی خوشحال میشم که برامون حتما کامنت بذارین. مرسی.